سلام و درود خدمت دوستای عزیز. امروز اومدم که تاریخ دقیق لیست شدن همستر کامبت رو بهتون نشون بدم و قیمت 70% تقریبی که چند قیمت گذاری میشه رو بهتون بگم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره سراغ ویدیو. خب داریم داخل این بخش میگم که کارت جدید اومده که نشون یه تاریخ زده بالا 315 ساعت دیگه. این مشخصه که 315 ساعت دیگه همستر لیست میشه و یه حساب سرانگشتی ساده میبینی که میشه تقریبا 14 روز. یعنی ما فقط 14 روز فرصت داریم تا از این همستر استفاده رو ببریم و پول خوبی رو به جیب بزنیم. و میبینید که کارتی که همین دیروز وارد بازی شد و خود همستر اعلام کرده که این کارت هایی که معرفی میکنم و باید دقت داشته باشین و نگاهشون کنین و ریز پیز زیاد داره، چیزهای مخفی. و میبینید که تقریبا 14 روز بیشتر نمونده، میشه تقریبا حساب کنم میشه تقریبا 21 روزه 21 تیر ماه تقریبا لیست میشه این بازی. و الان موقع اینه که بریم و قیمت حدودی رو که همستر لیست میشه رو بهتون بگیم. قیمتشو تقریبا میشه گفت بریم الان تو ماشین حساب بهتون نشون بدم که چقدر میشه مال سکه های من وارد ماشین حساب گوشیم شدم و اینجاست که من 194 میلیون سکه همستر دارم. همستر گفته که 5 صفرشو کم میکنم و کم میکنم 1940. اینو ضرب در 13,000 تومان میکنم که قیمت حدودیش که میشه 25 میلیون و 220. این سکه های منه. حالا گفته پروفیتم مهمه، حالا بگیریم پروفیت من 1 میلیون و 140. اینم بزنم براتون. گفته پروفیت رو 3 صفرشو کم میکنم، اینم ضربه در دور 13,000 تومان میکنیم که میشه 14,820. این 14,820 رو در 25 و 220 بکنیم که هلوش تقریبی میشه 40 میلیون، تقریبا همون 40 میلیون میشه دیگه. و این قیمت همسترهای منه. این حدودیشه، حالا شاید خیلی بیشتر شه، شاید هم یه مقدار کمتر بشه که تقریبا کمش بشه 30 تومن اینا بشه مال من فعلا. ولی هنوز 14 روز دیگه مونده. من که دارم سری پروفیت و سکه ها میبرم بالا، مطمئنم که تا 300 میلیون اینا ببرم راحت سکامو. واسه شما هم سری سکاتونو ببرین بالا تا بتونین راحت یه پول درشت از این همستر در بیارین. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. مرسی واقعا از نگاه زیبایتون روی این ویدیو. تا ویدیوهای دیگه بدرود.